داشتم یه دیالوگ یکی از ادیتام کار میکردم که با یه چیز وحشتناک مواجه شدم. Dumbass. There's plenty more where she came from. There's always more. میدونستم یک راه حلی براش هست و داخل اینترنت سرچ کردم، اما با سایت های مواجه شدم که به صورت رایگان نبودن و بجز اون پرداخت های دلاری داشتن. منم که دنبال یک بهونه کوچیک بودم تا نرم افزار ادیتور رو حذف کنم، پس رفتم سراغش. ناگهان برام یک نرم افزار نازل شد. اسم این نرم افزار Ultimate Vocal Remover هستش. مثلا برعکس امشب اومدیم که نرم افزار Ultimate Vocal Remover رو با هم دیگه نصب و اجراش بکنیم و طریق استفاده از این نرم افزار رو ببینیم چطوریه. قبل از اینکه بخوام شروع کنم برای نصب نرم افزار کاری که میکنه با استفاده از هوش مصنوعی دیالوگ رو و موزیک رو از هم دیگه جدا میکنه، هر جفتش رو به صورت خروجی بهمون میده. اگر نرم افزار رو تونستید توی اینترنت پیداش کنید که دانلودش کنید و بریم برای نصبش. اگر نتونستید میتونید به کانال تلگرامم سر بزنید. بعد از اینکه نرم افزار رو دانلودش کردید حتما قبل از نصب و همچنین قبل از هر بار اجرای نرم افزار آنتی ویروس خودتون رو خاموش کنید، چون که محدودیت‌هایی روی نرم افزار میذاره و نمیذاره که این نرم افزار بتونه به خوبی اجرا بشه. بعد از اجرای نصب نرم افزار این صفحه براتون بالا میاد. نه زبانشو من میدونم و نه شما. آدم بی‌خاصیتی بی‌نمکی، اما میدونم که این گزینه رو باید بذارید. فضایی که قراره نرم افزار نصب شه رو مشخص میکنید. صبر میکنید تا نصب نرم افزار ادامه پیدا کنه. نصب نرم افزار این سه تا برامون ظاهر میشه. اولیه که خود لانچر این دو تاست کاری نداریم. ما بین دومی و سومی RF4 و RF12 نیازی به RF12 نداریم برای کار ما. پس با همون RF4 برنامه رو اجرا میکنیم. بعد از اینکه نرم افزار اجرا شد یه سلکت اینپوت داریم که باید موزیک ورودیمون رو بهش بدیم. من صدای ادیتم بهش میدم. یه سلکت آوتپوت داریم یا همون خروجیمونه که من آدرسش رو همون دسکتاپ قرار دادم. شما روی دوتا که بزنید میتونید موزیکتون رو انتخاب و خروجیتون رو مشخص کنید. اینجا فرمت خروجی موزیک رو داره بهمون میگه که اگه میخواید ادیت انجام بدید روی اون صدا قطعا روی WAV بذارید، ولی اگه میخواید حالا یا موزیک هستش میخواید فقط موزیک رو داشته باشید دیالوگ رو بذارید کنار، از MP3 یا فلگ استفاده کنید. این بخشا رو کاری اصلا باهاش نداریم، میذاریم خودش اون پیشورزی که داره بمونه. چشم. اگه گرافیک مجزا روی لپتاپتون داری حتما گزینه GPU کانورشن رو فعالش کنید. بخش چوز MDX یا همون مدل هوش مصنوعی که هست رو اینو حتما باید روی این گزینه بذارید. فقط هم یکی داره و این بخش هم که خودش پیش‌فرضمونه میزنیم استارت پروسسینگ. خب بعد از 8 ثانیه صبر کردن چون که موزیک من خیلی کاری نداشت دیالوگو ازش جدا کنید. الان من اصلش رو پخش میکنم براتون. یا چیزی که اینجا هست همچنین یه خروجی دیگه داره. این دقیقا همون صدای آهنگ پس زمینه. ببین برای نمونه من یه موزیک میدم و خروجیش هم همون دسکتاپ استارت رو میزنم. ببینید این چطوریه. موزیک الان براتون پخش میکنم ببینید که چیا قراره خروجی بگیرید. همینطور که دیدید خروجی 14 ثانیه طول کشید و بریم که با هم دیگه پخشش کنیم ببینیم چی شده. یه وکال داره، این دوتا هستش. یه بخش وکال داره یا همون دیالوگش هست، یه بخش موزیکه. حالا موزیک که چقدر راحت موزیک از دیالوگ جدا کرد و اینطوری میتونید حالا توی ادیتاتون یا اگر ریمیکسر هستید یا برای هر کار دیگه از این نرم افزار استفاده کنید و به سرعت و به بهترین حالت ممکن میتونه دیالوگ رو از صدا با هم دیگه براتون جدا کنه.